با توجه به فضای متشنجی که مدال آورامون توی مملکت حاکم کردن، ما گفتیم بهترین پوسترهای المپیک رو ریت بندی کنیم. فضا خال زنک شده. خیلی یه چیزایی دارم. خوشگله. چقدر سینماتیک شد. من خیلی دوست دارم. داره مینیمال میشه. چقدر خوبه این بند میشه. بلرشو بدیم نشون. جدی؟ خوش اومدید به کانال علی شیردستیان، جذابترین برنامه‌ای که در راسته گرافیک دیزاین به علاوه متین. سلام، چطوری؟ سلام، عرض ادب، ارادت. امروز اینجاییم که با توجه به فضای المپیکی مملکت یه کاری ما نمی‌کنید. لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت بذارید برامون. بگید کدوم بخش فالو دوست کنید. دارید. اگر دوست دارید متین نیاد حتما بهمون بگید. حتما اینو. و نکته اینه که با توجه به فضای متشنجی که مدال آورامون توی مملکت حاکم کردن، ما گفتیم بهترین پوسترهای المپیک رو ریت بندی کنیم. فضا خال زنک شده. خیلی من اینطوری شدم که دیگه نمیخوام واسه درس بخونم اصلا. میخوام برم کیوکوشی مقام بیارم. خوبه. خب کیوکوش بهت چیزم میخوره، بهت پینگ پونگ هم میخوره. بسیار. ما از سال 1986 هر کدوم از پوسترهای المپیک رو آوردیم که اینجا ریت بندیش کنیم و در آخر بهتون میگیم که تاپ 5 مون کدومه. حالا نظر شما و نظر من شاید متفاوت بشه، ولی خب از 1986 شروع کنیم با توجه به اینکه هیچ کدوم از این ابزارهای 1986 چند سال پیش؟ خیلی سال پیش حساب کن. یه 25 24 که اینجا دادیم، 6 تا اونجا میشه 6 تا 86. 86 دیگه. چرا 14 تا اونور، 24 تا اینور، 14 28 38 سال پیش. 38 ذهن کامپیوتر. ترقه. تو چی خوندی؟ ریاضی خوندی؟ من انسانی خوندم، بعضی ریاضی خوندم. رتبه‌تون رو میدونم؟ نه، رتبه 400 کنکور انسانی. رتبه ولی 400 راضی نیستم. ببین اونقدری که ما رو مجبور کردن درس بخونیم، هر کی جلوی من میذاشتن 400 میشد. خب 1986 با ترجمه که 38 سال پیش، حالا ابزارهایی که الان بوده قاعدتا نیست، یعنی نبوده، چیزی به نظرم بدی نیست. فکر می‌کنم واسه کجا آتن. با دست اجرا شده. واسه آتن المپیک آتن. کامپیوتر و اینا که نبود. اولین سری 38 سال پیش کامپیوتر بوده، ولی فکر کنم نرم افزارهای دیزاین نبود. فتوشاپ چند سال پیشه؟ نوشته می‌نویسم 1990. یعنی 4 سال قبل از ورود و فروش فتوشاپ. خب به نظر من چیز باحالیه. حالا هم بودنش خوبه. حالا میریم سال بعدی که بخاطر کانسپت آتن حالت قدیمی‌تر. آها اینجا دارن مدرن‌تر میشه. اینجا مدرن‌تره. 1900 پاریسه. خب یعنی باز با ورود فتوشاپ. آره 1990 دیگه. 1990 بریم 1900 نوشتیم. اون قبلیه 1896ه. 4 سال اینجا، 100 سال اونور، 104 سال به اضافه 28 128 سال پیش. 1896 ما 1980 در متین اشتباه رو معمولا. دیزاینرش هم حتی معلوم نیست. با توجه به این چیزی که داریم اینجا می‌بینی، یعنی یه عکسایی ازش هست، عکس عجیبی هست. همین الان یکی از مخاطبای خورده 16 ساله ما فکر کنم با هوش مصنوعی میزنه و 1-2 میلیون هم به جیب میزنه اگه بلد کار باشه. میریم نسخه بعدی، نسخه 1900 پاریس. دیزاینرش ژان د پلوژو، فکر می‌کنم اشتباه اگه نگفته باشم. و اینکه دیزاینش خب خوبه. 1900 پاریس غالبا پیشرفت کرده. رنگ زردش نه با توجه به 4 سال ولی خیلی پیشرفتش بزرگه. آره با. خب 1904 سنت لوئیس 128 سال و همینجوری 4 سال میخوای بیای جلو. آره. بزن سری بره. و حالا اون حالت آمریکایی بودنش رو داریم می‌بینیم. هر کدوم که فکر می‌کردیم خیلی خوبه رو ریاکشن قوی بده. آره به نظر من این الان قشنگ حالت آمریکایی بودن، ولی تاپ 5 نیست. حالا ببینیم شاید مثلا تاپ 5 باشه. هنوز پوستر لندن 1908
خب آنچنان چیز آشه دهنسوزی نیست به اصطلاح. رنگاش جذابه این پالتش استکهلم جذابه. 1912 این سایتش رو بچه‌ها میذارم که دیسکریپشن قشنگ میتونید برید همه چیزهایی که دیزاین شده در مورد المپیک رو این سایت میذارم. حالا در آخرش هم یه توضیح در مورد سایت میدم. کلا هر چیزی که در مورد المپیک دیزاین شده میذارم واسهتون توی سایتش میشه این برید. برلین 1916 با توجه به اینکه برلینه ولی من حس آمریکایی. پوستر پروپاگاندای شوروی رو گرفتم. من ولی همون آمریکایی گرفتم. پالت، همون سبک فونتا. آره یه ذره کرکسیک بودن. آره آلمان یکم نمیخواد. حالت گرانجی که اون پشت داده بود. آلمان به اصطلاح خیلی آلمان. آلمانی نیست. بتون آره. تیزه. یعنی میری آلمان اولش میدونی که دستت میبره چون تیزه. خوشگل داره میشه. آره داره خوب میری میشه. جلو. هرچند اون قبلی هم اصالت داره ها، یعنی با اون نه خب ابزار شما سالو نگاه کنید قشنگ توجیه میکنه آره. وضعیت دیزاین. 1920 آنتورپ نمیدونم کجاست. 1924 چامونیکس سر عقابه یا شاهینه یه ذره شبیه هوش مصنوعی یه جوریه انگار مثلا اویل پینت دادن بهش، اویل پینت فتوشاپ اگه باش کار کرده باشید متوجه میشید خیلی مالیدن. آره بریم فکرم اون سال تازه اومده بوده. بابا اویل پینت فتوشاپ اون سالهای اول که اومد یعنی هر جا رو نگاه می‌کردی مالیده بودن. تصویرها همه اینجوری بعدم برش داشتن دیگه. CC 2014 برش داشتن انقدر فشار آوردن دوباره CC 2015 بعد آوردن. پلاگیناش هم بود دیگه. آره بعدم ولی پیش پلاگیناش رفت. انقدر خوب خوب نبود. نبود. ولی CC 2014 ولی برداشتن گندش در اومده بود قشنگ. خیلی استفاده می‌کردن. دوباره گفتم بذارید. نمیدونم چرا برداشتن و چرا دوباره گذاشتن. پاریس 1924 این دیگه خب داره به یه چیزایی هم اشاره میکنه. ما باید یه مقدار از لحاظ کانسپت یا اون وقایع تاریخی اون سال هم یکم بررسی کنیم. ولی المپیک خب همیشه چیز بوده دیگه، یعنی همیشه بیانگری یه سری حالا افتتاحیه افتضاح المپیک هم میگه ما امسال چیز بگیریم حرفای کیو داری نشخوار میکنی؟ آره مزخرف بود دیگه. حالا یه باشه تیکشو بذارم شما تو کامنت به ما بگید مزخرف هست یا نه. 1924 پاریس خوب شد. سنت باشه موریتز 1928 خب سوئیسیه دیگه، یعنی داری اتفاقی میفته. سبک پوسترهای سوئیسی رو یادت باشه توی یه برنامه با هم بررسی بکنیم. و اینکه این بازی‌های البته این زیاد سوئیسی نیست ولی موضوع خوبیه برای اینکه اگر دوست دارید به سبک طراحی پوستر سوئیسی کامنت خیلی دارم میذارم. بذارم زیاد بذارم. ساب کنید کامنت نذارید. و حالا این بازیای زمستونه است. ببین یه چیزی رو بگم، مثلا اینجا مارجینا رو می‌بینی چقدر کمتر رعایت میکنن. یعنی من در طول سالهای اخیر، مثلا 30-40 سال اخیر می‌بینم که حد رعایت مارجینا بیشتر شده. اگه مثلا یه جوونی اینقدر کم مارجین رعایت کنه من بهش خورده میگیرم. خورده میگرفت. زیم پس دیگه جوونا این کارو زبونم مو در آورد. هر کی اومد پیش ما من تا 6 ماه اول فقط بهش میگم داداش این مارجین رو رعایت کن تو رو جدت. اگر میخواید ببینید مارجین چیه تو کامنت برامون بگید که یه قسمت اختصاصی براتون ولی مارجین واقعا این قسمت اختصاصی نیست. آره به نظرم. خب آمستردام 1928 نمی که آبای چقدر خیلی خشنه. این از قصابی آره. اومده مدال بگیره بره. فکر کنم اینم پزشکی دلش می‌خواست. ای خدا. محتوای بروز و طنزهای جدید و این بازی زمستان است باز لیگ پلاسی اگه اشتباه نکنم. اگه اشتباه می‌کنم به بزرگی خودتون ببخشید. خوشم نیومد. نه من یکیشو گذاشتم تو آب نمک واسه خودم. تا اینجایی که آره، دیدیم آره. من سوئیسیا رو فعلا بد نه من یکی دیگه انشالله بذار آخرش میگم. حالا الان نه آخرش لس آنجلس 1932 به نظر میاد عکاسی شده باشه، مثلا از روی مجسمه یا حجم ساخته شده. ولی چیز خیلی حالا خیلی دستکاریش کردن اگر اون باشه. این جاش خیلی عجیب غریبه. 1936 المپیک 1936 اینه عجیب غریبه. خیلی سخته. خیلی کلیپیه. آلمان قطعا یا اینه خونده نمیشه یا جیه. هرچی هست نمیدونم برش. حالا میبینی مثلا یه کشور دم دستی مثلا ترکیه است. مثلا اونو میگن بهش. واو یه چیزایی دارن. خوشگله. چقدر سینماتیک شد. آها این آلمانیه. برلین آلمانی اینه. چقدره.
چقدر بدن یعنی دوباره بعد از اون سالا افتاد آلمان. آره خب الان اتفاقا لس آنجلس رو ما دیدیم، المپیک بعدی لس آنجلس. خیلی آره میافته. یه چیزی اگه دقت کنید حلقه های المپیک تو اون سالا از هم گسسته تر بوده، یعنی دیزاین ما انگار رفته جدیدتر به سمت کمتر. آره زخامتش کمتره و زخامتش وقتی کمتر باشه اسکیلبل نیست دیگه، یعنی از یه جایی باید کوچیک‌ترش بکنی زیاد معلوم نمیشه. زخامت مهمه. بریم با خیلی اینو من کنتراست رو ببین نسبت به اون. شاید اینا فکر می‌کنم اون میدون اصلی برلینه، یعنی اون چیزی که باید تحقیق کنیم. باید چون ما چیز برلین رو صحیح کنیم. همه چی معتبره تو این کانال رفقا. اینم همه همون پرچم سوئیس و هم خب این یه ذره عجیبه. این چی شد؟ این بند میشه تو یوتیوب ما بلرشو بهتون نشونیم. جدی؟ آره. اون پشته ها باشه ولی نه یوتیوب چیز بوده اون موقع. نیمی 1924 هنوز سقوط نکرده. خیلی. حالا من تحقیق میکنم شاید اصلا میخواسته مثلا بذاره زیر پرچم که مثلا نمانگر بود. حالا تحقیق کنی کجا بگی بهشون. آره. حالا که تحقیق میکنی. نه همون زیر واسه شون زیرنویس میکنی. الان یه زیرنویس تستی میاد ببین. خب این یه حالت پستلی داره. نمای چیز نقاشی اون حالت مداد رنگی و یه تصویرگری جذابی داره. سبکش فرق میکنه دیگه. بازی المپیک زمستانی سوئیس. من تایپ من نیست یعنی پالت خوبی داره. بریم بعدی. خب این دیگه داره وارد فوتومونتاژ و چیزای مدرن. آره آفرین. اولین تقریبا پوستریه که مدرن. اگه دقت کنید این استروکش هنوز داره به هم نچسبه. من دوست همون ژاپنه بیاد که کارشو خودمون کردیم. یه دونه در واقع المپیک توکیو قبلی رو ویژه برنامه شبکه ورزشش رو من و متین انجام دیدیم. متین اولین روزی که کنکور داد همون روز یا فرداش اومد با هم رفتیم شبکه ورزش و کارهای دهکده المپیک 4 سال پیش رو انجام دادیم. میدونی که یکی از تالنت‌های من استعدادیابیه دیگه. یعنی اون چه که آدما در آینه نمی‌بینن من در خشت خام دیدم و پسندیدم از دور و دلم رفته از اون شخص. دوباره ولی برگشتیم، یعنی یه سو زدیم به مدرن، دوباره برگشتیم به کلاسیک. چیزای اسکیه، توبای اسکی، چیزای اسکی آره. ولی دوباره برگشتیم به اون غیر مدرن. آره یعنی رفتیم مدرن یه تاچ کردیم. لندن ولی جلو از اون سنتگراهان که با خط نستعلی خوبه المپیک ایران نمیاد. کبوتر و کوچه کاگلی و ولی نکته اینه که ما لندن همیشه پیشرفت می‌بینیم. خط سلس و شتک خون و دور برگ آتیش گرفتن و ما که قضاوت نمی‌کنیم. هیچ کس حالا اسمم نمیگیم که فلان مثلا. این کانال به یه ماه نرسیده بلاک میشه، یعنی انقدر ریپورتش میدن بستش. نه با بهترین کانال که میتونم داشته باشم. خب نه هنوز هلسینکی و فنلاند. آره هلسینکی به یاد بزرگوار هلسینکیه که الان داره تصویرش رو میبینید و بین اونا تو کدومشون رو دوست داشتی؟ همه برلین شهاب حسینی همه دوست داشته. آره خب اگه برلین چیز بگیری توکیو مثلا رونالدو همه دوست داشته. نه من توکیو رو زیاد خوشم خیلی سرکش بود. من میدونی که نایروبی آره نایروبی من خیلی دوست داشتم، یعنی بعد برلین نایروبی. بعد نداریم یا اینه یا اون. نه برلینو که همه الان شما برلین دوست نداری؟ چرا برلینو همه دوست دارن. این سریالشو دیدی؟ نه خیلی خوبه. نه اونقدر خوبه ولی خیلی من خیلی کیف کردم. اگر دوست داری نقد سریال با آقای فراستی بذاریم. اگه داری دسترسی بهشون. دسترسی ایجاد میشه. قول الکی ما اینجا نمیدونیم. اگه میتونی حرف رو هوا نزن. سلام. هلسینکی 1992. خب داریم نزدیک میشیم به ولی جذاب نبود اون. نه. واو. من خیلی دوست داشتم. داره مینیمال میشه. چقدر خوبه. اصلا من هی منتظرم اسکرول کنم یه پایین یه تایتلی اون زیر ببینم ولی همه تایتلش دقت کنید یه سری ریز اینجا نوشتن و حالا واسه دیزاینر و ایناش قاعدتاً باید امضای چیزی باشه. خیلی این زیباست. این برگشت به دوره ما قبل المپیک. برگشت به پوستر اولیه. چرا اینجوری کردن؟ ببین یه دوره این مدرنگراها میان بالا، یه دوره اون
کلاسیک. نکته اینه که یه سری اتفاقات داره میفته اون سالها که ما نمیدونیم، مثلا شاید آره. مثلا خیلی میطلبه. غم‌انگیزه. آره. شاید غم‌انگیزه. شاید خوب باشه. داره خوب میشه. دیدی هر یه پوستر داره خوب میشه. همش که باحاله واقعا. ملبورن. تازه یاد گرفته بودن گریدین چجوری بدن. اون سال مد بوده واقعا. آره خوبه دیگه. 1900 چنده؟ 1956. هنوز که هنوز چیز نیومده فتوشاپ. 1990 با چی به نظرت بود؟ تکنیکای چاپ احتمالاً دیگه. یعنی یه بخش عمدهش احتمالاً تکنیکای دستیه و چاپ دیگه، تلفیقی از این دوتا. بریم مثلا چاپ دستی و عجیبه. این هم تازه گرفته بودن چیز کنن استروک باشه. احساس میکنم که از اینجا داره شروع میشه که کشورها یا هر دوره‌ای از المپیک لوگوی مخصوص خودشونو، مثلا نشان مخصوص خودشونو به جز المپیک. این چرا به ترتیب نیست؟ متین ریدی تو ویدیو 1900 خب نمی‌کنی 1960 اینو میذارم این میاد ولی این نیست. فخر طراحان شیر باران دیده دیزاین اعلی حضرت علی شیر دستیان وارد می شود. کنار وایسین چون حاجی اومد، همه هفت خط بودن تو این که شیر اومد. بگو طراح خودشونو برسونن، اومدم تا که یوتیوب رو بتکنن توی اکوسیستم همه جز